چون ما در تاریخی افغانستان نمیخواهیم هر گامی برای اصلاح مملکت برداشته شد، ما برای اون مانع خلق یعنی نمیخواهیم، میخواهیم برای امروزی که ما مانع خلق کننده نباشیم، نظر خودم میگیم، حقوق مردم خودم میخواهیم، هر جایی تامین نشد اعلان میکنیم که موافق نیستیم. ما این مسئله را در طول این مدت اثبات کردیم. در سال 67 برادران نشستند در راولپندی، ما را حذف کردن. ما مانع خلق نکردیم، میتونستیم رای شمال قطع بکنیم، میتونستیم ما در بامیان که آزاد کردیم یک دولت تشکیل بدیم، بگیم یکی در کابل، یکی هم در پشاور، یکی هم بامیان. نکردیم. نجیب اعلان کرد در اینجا که شما را رب قبول نکرده، ما شما را صلح حق میتیم، ما قبول نکردیم. نجیب اعلان کرد با ببرک که ما از آرجاد خود مختاری میتیم، یک نفر شیعه یا هزاران پیدا نکردیم از نیروی جهادیش که بگه ما خود مختاری را قبول داریم، در صورتی که برای یک ده، برای یک کت خدایش خود مختاری ارزش داره، سرنوشتش خودش تصمیم بگیره، این از کفر بشه، از اسلام بشه، از خارج بشه، از داخل بشه، اینو میخوایم. ولی ما رو منافع اولیای مملکت نکردیم این مسئله. بعد در سال 70 که آمدن برادرها در پشاور نشستن، باز گفتن که شیعه را بعد حرفش میزنیم. همین نیرویی را که ما در اینجا داریم در او طرف در چاردرک و ریاست افت و مسئله معدن و صنایع نیروی ما جابجا بود، دویزار داخل هم جابجا. ما میتونستیم با حضرت صاحب جلوش رو بگیریم که آسانی که طور در شهر کابل وارد شدن نمیدیم، چون ما خو نیستیم، حذف شدیم. ولی بعد زور میایی بسم الله. ما نکردیم این کار. ما مذاکره کردیم، نشستیم، توافق کردیم، سر ما جنگ تحمیل شد.